برادر توجیک، به خاطر الله هرزگویی را بس کن. کارت فقط مردم به گپ گرفتن است و خلاص. با السلام علیکم گپ سر میکنی و با تحقیر و اهانت و غیبت و دروغ تمام میکنی. حتی در پوبلیک دشنام فحش هم میکنی. خفه نشو، تو یک بیادبی بد اخلاق هستی. یگان نوارت برای مردم فایده آورد نیست. ببین، میگوی که با کاله توجیک 1 ساعت گپ زدم. اگر فهمیدن بخواهید که من درباره چی گپ زدم، همین نوار اگر 1000 کامنت بگیرم من برای شما نوار میکنم، میگم که ما درباره چی گپ زدیم. گویا تو پیش یگان پیامبری رفته آمده که برای گپ‌های او را رسانیدن شرط و قید میگذاری که اگر 1000 کامنت شود. با گفتی خودت کلی توجیکم ترا گفته بوده که همین گپ‌های مرا ویدیو کرده به مردم رسان. پس به من بگو که آیا همین کلی خودش گفت که پیشکی یک نوار کن، بگو که اگر 1000 کامنت شود بعد گپ‌های مرا بگوشم. برادر توجیک، مردم را به گپ نگی، وقتهایشان را برباد نده. قسم به ذات الله که از همه اینها روز قیامت پرسیده می شوی. کمی اندیشه کن.